اون خودش رو آهنگساز نمیدونست، ولی قطعه‌ای نوشت که باید بیشتر از 840 بار پشت سر هم اجرا میشد. و بعدش هم که یه فرقه مذهبی ساخت، فرقه عجیب و غریب که تنها پیروش فقط خودش بود. از اون هم که همیشه با خودش یه چکش حمل میکرد و تازه بعدش هم که مرد و در خونش رو وا کردن دیدن بیشتر از 100 تا چت از در و دیوار خونش آویزونه. اینها داستانهای ترسناکی نویسنده رمان پریش نیست، اینها زندگی عجیب یکی از بزرگترین آهنگسازان معاصر یعنی اریک ساتیه. اگه از یه آهنگساز موسیقی‌های مدرن یا یه آهنگساز موسیقی‌های امبینت بپرسید که الهام بخش آثارشون کی بوده، به احتمال زیاد توی جوابشون اسم اریک ساتی رو میشنوید. ولی اریک ساتی نمیخواست هیچ وقت توی این قالب‌ها تعریف بشه. در واقع اون تحصیلات موسیقیش رو هم نصف نیمه رها کرد. اون بیشتر میخواست به عنوان نقاش یا عکاس شناخته بشه، ولی انگار بعد از 40 سالگی یه هوایی به کلش میخوره و از خر شیطون پیاده میشه و دوباره پی موسیقی رو میگیره. با این حال آثار ساده، مینیمال و آوانگاردش همیشه الهام بخش موسیقیدان‌های بعد از خودش بوده. یکی از عجیبترین آثار تاریخ موسیقی مربوط به آقای اریک ساتیه، قطعه‌ای به اسم مایه آزردگی یا وکسیشن. توی نسخه دستنویس این قطعه اریک ساتی با دستخط خودش نوشته که قبل از نواختن کاملا خودتون رو توی سکوت غرق کنید. بعدش هم یه گوشه دیگه صفحه نوشته که پیشنهاد میشه 840 بار تکرار بشه و این یعنی زمان اجرای این قطعه چیزی بیشتر از 18 ساعت طول میکشه. 18 فاکینگ ساعت. ولی خیلی از نوازنده های جوان این چالش رو قبول میکنن و شروع میکنن به تمرین و نواختن این قطعه. ولی چیزی که هنوز جای سوال داره اینه که واقعا چرا 840 بار تکرار؟ چرا عدد 840؟ شاید عجیب ترین بخش زندگی اریک ساتی در مورد موسیقیش نباشه. اون یه مدت عضو یک فرقه مذهبی مرموز به رهبری شخصی به اسم ژوزف پالادان بود، اما بعداً انگار اختلافاتش با این آقای پالادان بالا میگیره و تصمیم میگیره از فرقهشون خارج بشه و واسه خودش یه فرقه تأسیس میکنه، فرقه‌ای به اسم کلیسای هنر مسیح رهبر. عجیبتر این که تا به امروز این فرقه فقط یک عضو داشته و اون هم خود اریک ساتی بوده. اریک ساتی توی دفترچه خاطراتش نوشته که وقتی که 21 سالش بوده و داشته توی یه کافه به عنوان پیانیست کار میکرده، عاشق نقاشی به اسم سوزان والدون میشه. اون خیلی زود سر صحبت رو با خانم والدون وا میکنه و حتی چند ساعت بعد ازش خواستگاری هم میکنه، ولی رابطهشون چندان دووم نیاورد و 6 ماه بعد دیگه نتونستن هم رو تحمل کنن. ولی به نظر میرسه این جدایی از سمت خانم والدون بوده، چون آقای اریک ساتی برای بقیه عمرش هیچ وقت وارد هیچ رابطه عاشقانه‌ای نشد و به اصطلاح سینگل موند. اون بعدها در مورد حس و حالش توی اون روزها می‌نویسه که تکه‌ای یخ شناور در دریای پوچی. شاید همین جمله شناخت بهتری از روحیات جریحه‌دار آقای اریک ساتی بهمون بده. کلود دبوسی و موریس راول دو تا از دوستان و از آهنگسازهای همدوره اریک ساتی بودن که خیلی زود تونستن به شهرت خوبی برسن. در واقع اونها چون آثارشون به آثار مرسوم اون دوران نزدیکتر بود،
تونستن که اجراهای پرفروشتری داشته باشن، سالن‌های بهتری رزرو کنن و نتیجتاً پول بیشتری به جیب بزنن. ولی اون وسط فقط اریک ساتی بود که به خاطر موسیقی ساده و عجیبش اجراهاش بیشتر به سالن‌های کوچیکتر و حتی تئاترهای آوانگارد محدود میشد و این باعث میشد که اون وضع مالی زیاد خوبی نداشته باشه و مردم هم سر همین موضوع مسخرش کنن و حتی لقب عجیب مرد نگونبخت رو هم براش تعیین کنن. اریک ساتی برای دفاع از خودش و تقابل با این تمسخرها همیشه با خودش یه چکش حمل میکرد. دفترچه خاطرات اریک ساتی خیلی عجیب‌تر از چیزیه که فکرشو میکنید. علاوه بر اون خاطره عاشق شدنش، اون جمله‌های پراکنده دیگه هم از زندگی روزمره‌اش نوشته. مثلا یه جایی نوشته که موقع خوابیدن یکی از چشماشو همیشه باز نگه میداره و به این شکل خوابش میبره. یا اینکه یه جایی نوشته که پزشکش بهش توصیه کرده که حتما به کشیدن سیگارش ادامه بده. یا در جای دیگه نوشته که فقط غذاهای سفید میخورده، مثلا برنج یا سفیده تخم مرغ، کلم سفید و بعضی از مایه‌های گوشت سفید. کسی واقعا نمیدونه که آیا اینها فقط شوخ طبعی دارک و عجیب آقای اریک ساتی بوده یا واقعا این سبک زندگی عجیب و غریب واقعیت روزمره‌اش بوده. سالها قبل از اینکه اجرای چند رسانه‌ای به هنری رایج تبدیل بشه، اریک ساتی موسیقی رو با نقاشی، طراحی صحنه و اجراهای نمایشی ترکیب کرد. اون توی یکی از معروف‌ترین پروژه‌هاش با پابلو پیکاسو همکاری کرد. اجرایی که اونقدر جنجال برانگیز بود و سرشار از موسیقی‌های عجیب و غریب بود که در نهایت پلیس وارد ماجرا شد و اریک ساتی رو برای 8 روز زندانی کرد. امروز این نوع اجراها کاملا امری عادیه، ولی ظاهراً اون موقع بیش از حد انقلابی بوده. اریک ساتی توی سال 1925 توی سن 59 سالگی به خاطر مشکلات سیروز کبدی راهی بیمارستان میشه و چند روز بعدش از دنیا میره. به نظر میرسه که این مشکلات سیروز کبدی به خاطر مصرف بیش از حد الکل تو سالهای آخر عمرش بوده باشه. ولی این مسئله عجیب ماجرا اینه که وقتی که اریک ساتی فوت میکنه و دوستان و آشنایانش سعی میکنن وارد خونش بشن، خونه‌ای که سالها بوده روی دوستان و اقوامش بسته بوده و هیچ کس حق ورود به خونش رو نداشته، وقتی در رو وا میکنن با صحنه عجیب روبرو میشن. از در و دیوار خونه بیشتر از 100 تا چتر آویزونه، 2 تا پیانوی خاک خورده توی اتاق پذیراییه که روی هر کدومشون خروارها نامه و کاغذ پاره و نوت‌های ناتموم تلمبار شده، جوری که حتی نمیشد در پیانوها رو هم بست. این نشون میده که واقعیت زندگی اریک ساتی به اندازه عجیب و مرموز بوده که حتی بعد از مرگش هم همچنان رازها و سوالهای جدیدی داشته ایجاد میشده. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره و خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک میذارید. و طبق معمول به عنوان کلام آخر، کوریک جادویی تر از همیشه. بدرود.